جنجال استایل عجیب و غریب با مدل موی آفریقایی روزبه حصاری، بازیگر بچه مهندس. روزبه حصاری بازیگر 36 ساله ایرانی که با ایفای نقش در مجموعه بچه مهندس به شهرت رسید. بارها نشون داده که در زمینه تدارک تیپ و استایل بسیار جسور و میتونه خبرساز مورد توجه باشه. سلام به هواداران خوب هواشی سنتر. امروز اومدیم با یه ویدیوی جنجال دیگه از تیپ جنجالی و شوکه کننده روزبه حصاری. با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت کنید و به ما انرژی بدیم. بریم برای ادامه ویدیو. روزبه حصاری متولد 12 بهمن 66 در سیمین دشت تهرانه. بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون، نوازنده و خواننده است. اون فقط یه دونه برادر بزرگتر از خودش داره. روزبه حصاری 13 فروردین 98 توی یه پست اینستاگرام خبر ازدواجش با ریحانه پارسا رو اعلام کرد. ولی بعد گذشت چند ساعت خبر ازدواج خودش رو دروغ 13 خوند و اعلام کرد مجرده. روزبه حصاری زاده تهران و دانش آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه آزاده. آموزش بازیگری از سال 90 و در آموزشگاه کارنامه آغاز کرد. بعد از تمام شدن دوره دبیرستانش مدتی به تدریس عربی و شیمی کنکور پرداخت. حصاری به دلیل مخالفت خانواده تو 20 سالگی غیر از نواختن سازهای کوبه‌ای فعالیت هنری دیگه‌ای نداشت. اون فعالیت موسیقی خودش رو از نوازندگی خیابونی و همراهی با گروه‌های زیرزمینی آغاز کرد و پس از پذیرفته شدن در دانشگاه در سن 18 سالگی تصمیم گرفت تو دوره‌های بازیگری آموزشگاه کارنامه شرکت کنه تا مقدمات حضور حرفه‌ای اون در عرصه بازیگری فراهم بشه. روزبه حصاری اولین بار تو سال 92 با سریال یادآوری جلوی دوربین رفت و با بازی در بچه مهندس به شهرت رسید. اون توی آثاری چون زودپز، افرا، بچه مهندس، آهوی من مارال، ماهور، پارمیدا، امروز، دومینو، سلام آقای مدیر، یادآوری و غیره ایفای نقش کرده. روزبه به خاطر فرم صورت و میمیکی که داره چهره دلنشین داره و همینم باعث شده تا در نقش مثبت بسیار موفق باشه. هرچند خودش میگه همه تلاش خودمو میکنم تا در نقش منفی هم بازی کنه و از عهده اونم بر بیاد. روزبه میگه من در تئاتر سعی میکنم فرزند زمانه خود باشم. برام مهمه در چه کاری روی صحنه میرم و کدوم دغدغه مردمم رو روایت میکنم. اگه کار تئاتر با دغدغه مردم گره نخوره بیشتر به خوشرقصی روی صحنه تبدیل میشه تا خلق هنرمندانه که دردی و بازگو بکنه. ارتباط گرفتن با مردم برام خیلی مهمه. مردم مخاطبان اصلی منن. شاید براتون جالب باشه بگم که من برای بچه‌های کنکوری درس شیمی توی آموزشگاه تدریس میکنم و هنوزم در کنار بازیگری اونو ادامه میدم. حصاری در سال 97 دوران پرکاری خودش رو تجربه کرد. اون یه فیلم سینمایی و 2 سریال به نامای سلام آقای مدیر و تاریکی شب روشنای روز ایفای نقش کرد. این بازیگر مشهور چند وقت پیش در مراسم اکران مردمی فیلم کمدی زودپز در پردیس سینمایی لوتوس مال حاضر شد و با موهایی که دو طرف اونا تراشیده شده و در قسمت وسط سر به صورت آفریقایی بافته شده بودن جلب توجه کرد. استایل روزبه هم از پیرمردانه سفید، کتی بسیار بلند به رنگ مشکی و شلوار وایدی به همین رنگ تدارک دیده شده و با کفش‌های اسپورت سبک اسمارت کژوالش کامل شده بود. نکته جالب در استایل این بازیگر ساعت مچی مدل جیشاک او از برند لوکس کاسیو بود و قیمت حدود 110 میلیون تومان داشت. حصاری در فیلم زودپز نقش متفاوت بازی میکنه. روزبه حصاری نامزد جایزه بهترین کارگردانی و دریافت تندیس بهترین بازیگر مرد برای نمایش مرگ در میزند رو از جشنواره تئاتر امید رو نیز در کارنامه هنریش داره. جالبه بدونین روزبه حصاری اولین بارش نیست که با ظاهر متفاوت در اکران فیلم ظاهر میشه، بلکه توی افتتاحیه فیلم مالاریا با لباس عجیب و غریبی در میان عکاسان حاضر شد. لباس آوانگارد او از یه پتوی سربازی، شلوار جین خاکی و پوتین‌های به شدت کهنه و یه تیشرت تاناکورایی تشکیل شده بود. حصاری یکی از علاقه‌مندان به ورزش فوتبال و از طرفدار پرسپولیسه. از علی کریمی، علی دایی و علی پروین به عنوان بازیکنان مورد علاقه‌اش یاد میکنه.
روزبه حصاری با خانم الهه حصاری از بازیگران شناخته شده نسبت خانوادگی نداره. حصاری درباره شهرت گفته مسیر شهرت آسانه. شهرت خیلی مسیر آسونتری از مسیر هنره. هنر با درد عجیب بوده و یه واقعیت محضه. حتما بقا در هنر میتونه عاملی برای شهرت باشه، ولی ابداً شهرت عاملی برای هنرمند شدن نیست. اون میگه اگه یه روزی احساس کنن که معیار انتخابم حواشیمه، اون روز بازیگری رو کنار میذارم. معتقدم مدیوم های تئاتر، تلویزیون و سینما تنها ویترین بازیگرن و حاشیه برای اون بی‌معنیه. همون قدری که در انتخاب تصویر حساسم، برای بازی در تئاترم حساسیت دارم. تئاتر برای من به معنی آموختن و یادگیری است. تئاتر خشت اولیه است که اگه کج بذاری دیوار تا ثریا کج میره. اوج درخشش روزبه حصاری بازی در سریال بچه مهندس 3 در نقش جواد جوادی به کارگردانی علی غفاری بود که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. با این حال عدم توافق مالی اون با تهیه کننده باعث شد که در فصل 4 بچه مهندس حضور نداشته باشه. روزبه حصاری بازیگری که با فصل 3 سریال بچه مهندس به شهرت رسیده بود، برای حضور در فصل بعدی این سریال درخواست دستمزدی نجومی کرده که با واکنش تهیه کننده این سریال منجر به برکناری اون از این مجموعه شده. این بازیگر جوان که به گفته بسیاری با فصل 3 این سریال به شهرت رسیده بود، برای حضور و بازی در فصل 4 سریال بچه مهندس درخواست حقوق ماهیانه 200 میلیونی داشته که برابر با حقوق یه سوپر استار سینما بوده، در صورتی که این بازیگر در ابتدای پروژه با تهیه کننده سریال بر سر عدد 40 میلیون تومان به توافق رسیده بود. همه اینا به قول تهیه کننده سریال وقتی غیر متعارف میشه که دستمزد همین آقای بازیگر برای فصل قبل حدود 7 میلیون تومان بوده. روزبه حصاری راجع به فیلم بچه مهندس و عشق به مادر ایران چنین میگه: فیلمی که خیلی از آدم حسابی سینما براش زحمت کشیدن، فیلمی که به عشق ساختیم، فیلمی که در خور واژه مقدس مادر است، فیلمی که افتخار میکنم در اون هستم. نام ایران بزرگ است و افتخار بزرگتر اینه که به نام ایران در هر جا و هر لحظه حضور داشته باشی. روزبه حصاری در یکی از مصاحبه‌های خود از عوامل بچه مهندس گلگیایی داشت که با عنوان نمودن جمله‌هایی مانند این که تصور شما از این که به من بازیگر نقشی دادید و با دادن این نقش به من لطف کردید اشتباهه. روزبه حصاری در آخر گفت اگه این کارها رو انجام میدید لطفاً اسم خودتون رو آرتیست نذارید و انتقاد خودش رو تموم کرد. خب عزیزای حواشی سنتر، تو کامنت ها نظراتتون رو برامون بنویسید که به نظرتون دستمزد به این نجومی حق روزبه حصاری بوده یا زیادی خودش رو سوپر استار دیده که این مبلغ رو درخواست داده. منتظر کامنتاتون هستیم. خداحافظ.